برای درست کردن این کرم قهوه فوق‌العاده جذاب و خوشمزه، پودر قهوه فوری، پودر قند و آب هر سه باید به یه میزان باشن. همه رو داخل ظرفمون میریزیم. آب گرمم بهش اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. تا جایی به زدنمون ادامه میدیم که یه فوم یک دست و حالت رو داشته باشیم. وقتی ظرف رو برمیگردونیم فوم نریزه. این فوممون آماده است برای انواع نوشیدنی های سرد گرم میتونیم استفاده کنیم. بریم با هم 2 تا نوشیدنی خوشمزه باش درست کنیم. خب حالا با این فوم جذابمون میخوایم 2 تا نوشیدنی سرد و گرم درست کنیم. تو یکی از لیوانامون یخ خورد شده میریزیم. از فوممون که آماده کردیم روی یخ میریزیم. دیگه مقدارش دست خودتون. خب تو لیوان کوچیک‌ترمونم که بخوام نوشیدنی گرم درست کنم، فوم میریزم اول. به این صورت. برای این لیوان از شیر سرد استفاده میکنیم. به این صورت. و برای نوشیدنی گرممونم از شیر گرم. به همین صورت. اینم از نوشیدنی جذاب. این فومو داخل ظرف دردار میریزیم و توی فریزر تا 1 هفته میتونید نگه دارید. هر روز باش نوشیدنی جذاب و خوشمزه میل کنید.